نشسته بودم داشتم با کامپیوترم برمیرفتم این ور اون ور میچرخیدم، یه ایده زد به سرم. بلند شدم با سوپرمن فکرامو کردم و یه تصمیم خیلی خاص تصمیم گرفتم که همین الان پاشم و به بچه‌ها گفتم، زنگ زدم گفتم بلند شیم همین الان با هم بریم کارداری رو به شما نشون بدم. با من همراه باشین تا آخر ویدیو ببینید. لیتس گو. بچه ما رسیدیم، حاجی زاده رو سیف کردم. اومدیم بیا آقا اومد. باسکا زدی؟ وای بلند شو، اینجا نور نی، بلند شو جانم، بلند شو. رفته موهاشو به اون بلندی و باسکات کرده. بیا اینجا ولی اونقدر بد نشدی ولی بچه خوشگل شدم. قابل لپات. بیا گفتم نمیزنی با حاجی زاده تیغی واقعا تیغ زد. واقعا اسکولی. اومدیم بچه اینجا بذار کارداری ویدیو اینه که کارداری معرفی کنیم. بچه همین الان ما فهمیدیم که ویدیوی اون حروف و الف و آخرش رو اینجا گرفتیم. خدایی خوب شدم. خدایش بد نشدی ولی اینجا رو معرفی نکنیم بهتون. الان معرفی باشه. ساچه واو حاجی زاده. بچه اینجا یه پارکیه بغل میدون 45 بهش میگن بوستان رضوان. ما میایم اینجا. چقدر گربه امروز زیاده. سلام برو. سلام عزیزم. ما میایم اینجا به این تیر چراغ برق تا اون درخت تور میبندیم. حالا میبینید جلوتر. و اینجا تو این چاله چولو کثافت بازی میکنیم. به ما میگن بچه های پرتلاش. اینجا ما به اینجا میگیم کارداری. آقای حاجی زاده نظرت چیه؟ کارداری اولد اسکوله. آها تو این تصویر نام کنید یه کمه. آره اینجا یه بوته بوده مثلا اینکه بوته بود. آقا پیام دادید ما دراره شیریه زد شکست. هرچی بوته بود شکست. مشتاری رو لجت میزنی، چرا داری باشم بدت میزنی، تو داری منو به رگبار میبندی، چرا چند وقت باشم. سلام به همراهان همیشگی سامیار سفتی. خوش اومدیم به ویدیو جدید. تو چقدر نمک. آقا پاورسا اومد. آقا پیام یه سلام میکنی؟ سلام کردم. خوب شده خدا وکیل. خیلی ویدیو نبود. چرا بود؟ ملق زده. چرا همش. خب بریم بچه بریم ادامه کارم. بچه بعد از اون سلام پویان چقدر گذشته؟ 10 دقیقه یک ربع گذشته که ما اینو بستیم به زور. تلمبه ورده بودم توپو باد زدیم توپ اونو. حاجی یک کاش خیلی کوتاه. ببرش بالا. من حتما بلنده. دوستی گوه نخور. ببرش با 5 ببرش بالا. گفتم گوه نخور. اینو توتی رو نگاه کن. نیگه خیلی بدنیم همیشه با ستم. دست به تور نداشتیم ما اینجا. بیا بریم. همه چی استیبل شه میایم. این تورمون شده. عجب اوزگلیه. ببین کن قد من چنده؟ 1.80. تور اومد پایین. بابا نکنید. بابا تو بیشتری اسکو. اصلا بلند کنم میشن تقریبا 2.10-20. کوتاه. برو بالا. ببر بالا. ولی در همینجا خوبه دیگه چون زمینم خودش خیلی کوچیکه. میریم الان اینو کاملش میکنیم. بعد اینکه نه برو بابا تو چی میگی؟ کاملش میکنیم
میایم چیز بازی میکنیم دیگه با بچه‌ها. حالا 3-2 اگه اون یه نفر هست اینجا میاد بیاد بازی میکنیم 3-3 شرطی دیگه. آره دیگه اینم کارداریه. بعدش حالا بریم ببینیم چی میشه. یه نمای دیگه کارداری بدم. دادم آدرس لزبو. بریم برای وارما. نمیخوام صدات رو بشنوم من توی دیوانه خانه همه غریب تره همه زخمایی که بشم زدی نمیگره DJ سای بریم یه ذره گرم کنیم میایم واسه بازی. شبتون تعیین میندازیم. شرط کیک تعیین میندازیم. آقا عوض شد. تیم ها عوض شد. خب الان تعیین میندازیم. بازی میکنم. نتیجه بهتون میگم. خدا دوستان عزیز ما نشستیم اینجا توپو باد کنیم. تلمبه داره داداشه. تلمبه منو بدید. پاس بده. اون توپ اولیه زیاد خوب نبود. توپ دومی رو دادیم باد. اون توپ خودم. ساکه بدین و یا لحظه تورم دادیم بالا. الان 7-4 ما جلویم. شرط کیک. آره دوستان شرط کیک چون قندم افتاده. توپ رو بده اون توپ رو دیگه. خب من سرویس بهداشتی شما والیبال خیلی بلدم. بزنم زرما دوستان چقدر نورتون بده. نه واو یا اینو ببینیم چقدر بادش کنه. اصلا باد داره میره توش. آره فکر نکنم. شاش خوبه دیگه درش میاد. چرا ببین وای کشته شد. آقا ما توپمون رو باد کردیم. بریم وسطای بازی یه چند تا شات هم براتون اگه شد میگیم. هستیم را به آتش کشیدی سوختم من ندیدی زنگ بزن آمبولانس اینم از شانس ماست توی آمبولانس کنال دیگه ای داره دانس این منه بالام باسم قلب نداره کجا دکتر برش بده. دوستان میخوام یه نمایشی براتون بزنم و بریم خونه دیگه. بچه ها مثلا که نمیخوام. خسته نباشید. نمایشی بود الان. این عزیز من میرم اسنپ بگیرم بریم خونه فعلا. امیدوارم این ویدیو خوشتون اومده باشه. ویدیوی بسیار بی ایده ای بود. خب لایک و کامنت و سابسکرایب کنید. ویدیوی بسیار بی ایده ای بود. فقط می‌خواستم
کارداری آشنا شد. زد تو اوت. دوستان عزیز بابا گرفتم زدی دوستان عزیز گرفتم زدی فعلا خدا بچه خدافظ. خدافظ. فعلا معلومی. آره آجی فلاش نداره. خدافظ کارداری جون. خدافظ بچه ما سوار اسنپ بشیم. خدافظ بچه ما به آخر ویدیو رسیدیم. مرسی که تو این ویدیو همراه ما بودیم. یه ویدیو بود بی کیفیت بود قبول دارم، ویدیویی نداشتیم توش، ولی من فقط این ویدیو رو گذاشته بودم تا ببینیم کارداری کجاست. یک ماه ویدیو نداشتیم، اینم گذاشتم چنل برگرده. لایک و کامنت و سابسکرایب کنید. امیدوارم این ویدیو خوشتون بیاد. معذرت میخوام که اگه یه ذره بد بود و یه ذره که نه خیلی بد بود و بی کیفیت. چطور دارم فعلا خدافظ.